بچه امروز دوشنبه است. من شیفت بعد از ظهرم پام کشیده شد باید ببخشید. و اینکه هوا خیلی خوبه، آفتابیه ولی خیلی سرده. حالا من دارم میرم که اول اگه بشه یکم خرید کنم از ذهن و بعد برم سر کار. امیدوارم که امروز خیلی شروع پلوغ نباشه چون که من پریود شدم و خیلی درد دارم. میتونستم نرم سر کار ولی تا همین امروز که 6 ماه دارم میرم سر کار یه روزم کرانک نزدم. دلم نمیاد. البته حقوقاشو میدن، اینجوری نیستش که شما برید و حقوق ندن. نه ببخشید اینجوری نیستش که شما مریضی بزنید و اون روز در واقع برای شما غیبت بزنید. اما خب حالا اونقدرم شدید نیستش. حالا بریم ببینیم چی میشه دیگه. خوبش اینه که زیاد نیست شیفتم 3 تا 8 میام خونه. فردا خیلی بعد 9:30 صبح تا 6:30 بعد از ظهر 8 ساعت 1 ساعت استراحت 8 ساعت کار. بچه‌ها من از تصمیم داشتم برم DM خرید کنم. میخواستم برای ویژن بوردم که البته میدونم 2 ماه از سال میلادی گذشته، اما گفتم خب چرا که نه، هیچ زمانی خاصی نیست. خواستم برای ویژن بوردم عکس پرینت کنم و به DM خب راحت کارشو انجام بدم. ولی الان تصمیم گرفتم اول برم اکسنتا خرید کنم. چرا؟ چون من معتاد پروتئین بارم. وقتی استراحتم هم قهوه بخورم با پروتئین بار میخورم و امروزم تموم شده بود. گفتم بهترین فرصتی که الان برم سریع اونو بخرم، بعد اگه وقت اضافه داشتم میرم عکس DM. میخواستم بولم بخرم اما چون که تا 8 سر کارم تو این 4-5 ساعت باید همینجور تو کمد بمونه و اینکه بعد از 8 هم همینجا بسته است. ترجیح میدم فردا بخرم. پروتئین باری مورد علاقم. البته برنده دیگه هم هست. حالا فعلا من یه مدت اینا رو میکنم تا باز بریم یه چیز جدید امتحان کنیم. موفقیت و سرعت به اتمام هستیم. بریم ببینیم برای کار دوم وقت میکنیم یا نه. شاید بکی برسیم. بچه این DM تعمیرات کرده یه مدت بسته بود. 4 روزه که باز کرده من خرید دارم راستش ولی سر فرصت هم میام. الان عجله این ها فقط این که اون پرینت هم انجام دادم. بچه من رفتم امتحان کردم. تعداد عکسام خیلی زیاد بود، مبلغش خیلی زیاد میشه. خدا من ترجیح دادم که برم کنه سر فرصت اونه که خیلی برام جذاب ترم گلچین کنم. حالا فردا بیام پرینت بگیرم. غذا خریدم، غذا نداشتم که با خودم بیارم. بریم که وقت استراحتمونه.
صبح بخیر. ساعت 6:07. من امروز باید خیلی زود سر کار برم. اومدم یه قهوه گرفتم که بریم سر کار. خیلی زودم میومد بیدار شم، ولی خب دیگه 5 بیدار شدم، حاضر شدم. الان نزدیکم، بریم یه روز خوب شروع کنیم. خب بچه ها اومدیم گل بخریم. حالا نداشتم برم گل فروشی اصلی، اینو از اکسنتا دارم میگیرم. ببینیم چیز به درد بخوری هست یا نه. یه بنده خدا این قرار بود فقط گل بخره، حالا داره با یه سبد سنگین میره.